الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإذ قال ربك للملائكة وبيعد ورنقام تربت يقول في محمد صلى الله عليه وسلم الملائكة ضعي اجتماع الملائكة إني جاعل من مجرد في الأرض خليفة. ملائكة مخلوقات الله عز وجل. الله عز وجل نرى نور خلق كذا. لأنه بتفاصيل داخلنا مش من أي معلومات بسيطة وايد باشا. فاترك إيمان ملائكة جملة مسائل اسكي جملة مسائل مؤمن به اسماء الملائكة والإيمان بشر. ملائكة مخلوقات الله عز وجل كنور خلق. الله عز وجل يجبن فرمانين مكان. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيش جاي ما شاء الله عز وجل يكون وشيء ما أمر مشان استغفر الله عز وجل وهو يختار يكون وهو أنجام هذا. ملائكة توانایی دارن که باشکال مختلف خوددار بیاورن باشکال مختلف این توانایی در ملائکه وجود دارن و ملائکه که اشکال مختلف دارن بعضیها فرهای مختلف دارن چون در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم ثابت است که جبریل علیه السلام 600 بال دارن 600 بال اما کیفیت از اینکه چگونه هستند صورت ملائکه عالم غیب است ما ملائکه ندیدیم از این خاطر ما هیچ گمان زده نمیتوانیم در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است وقتی که جبریل علیه السلام وقتی برای وحی آورد همه آسمان و زمین پوشانیده بود تمام افق دنیا را پوشانیده بود جبریل علیه السلام دلالت به چی میکنه عظمت و بزرگی جبریل علیه السلام میکنه به نگاه جسمی و توانش و ملائکه که از خود وظایف مختلف دارن بعض ملائکه که مکلف به هستند کنه ملائکه حملت العرش میگن عرش با خود هم عرش الله عز وجل بعض ملائکه وظایف خاص دارن مثلا جبریل وظیفه داره که وحی بیاره وظیفه عذاب است وقتی که عذاب میفرسته الله عز وجل به جبریل مکلف میشه ملک الموت است ملک الموت علیه السلام است که مکلف به است که با قبض ارواح چی مؤمنا باشه چی کافرا باشه ما قبض ارواح میکنه ملک الموت که نه در قرآن کریم و سنت رسول صلی الله علیه و سلم اسم به نام اسرائیل ذکر نشده این اسم اسرائیلی است در کتب سابقه ذکر شده به نام اسرائیل و اما اسمش در قرآن کریم و سنت رسول صلی الله علیه و سلم بود فاشده ملک الموت یعنی ملک مرگ ملک الموت دیگه اسرافیل علیه السلام است مکلف به است مشهور بدانه وقتی روز قیامت برپا میشه قبل از این اسرافیل علیه السلام مکلف به میشه مشهور بدانه و فعلا هم آماده است در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم حاضر است که اسرافیل علیه السلام بس آماده است دستور برش سپرده است آماده است چی وقت شود که دستور بدانه و همه نظم و نسل کائنات که ما شما مشاهده میکنیم همه در هم بر هم میخورن باذن الله عز وجل باذن الله عز وجل همه در هم بر هم میخورن وقتی به صورت عمومی میدن اسرافیل علیه السلام همه مخلوقات چی میشون الله عز وجل مخلوقات چی میکنن مخلوقات باز و روح درشان میدم و به حساب کتاب الناس میشن آماده میشه الله عز وجل وقتی که آدم علیه السلام خلق میکرد ملائکه را مخاطب قرار میده براشون میگه ما در زمین خلیفه میگیم در این تفسیر خلیفه که در من دو رای در نظم مفسرین است یک رای مفسرین به هستند که خلیفه اصلا دلالت میکنه که خلیفه دو معنا داره خلیفه معنی جانشین است خلیفه معنی جانشین است جانشین بعضی مفسرین به هستند که گویا لفظ خلیفه دلالت به این میکنه که الله عز وجل انسان در روی زمین برش خلافت روی زمین برش خلافت از روی زمین که دلالت به چیکون نیابت از الله عز وجل کنه بعضی کسا به این اشاره میکنن و این قول کس قول مصادم با نصوص الهی است تصادم میکنن با کتاب و سنت رسول صلی الله علیه و سلم دیگه مفسرین به اشاره میکنن مثل ابن کثیر رحمه الله که خلیفه مقصد به است که خلیفه یعنی جانشین میمونه که هر انسانی که وفات میکنه از خود جانشین میکنه انسان یعنی نسل و نسل انسان ها آمده یک جانشین دیگه میشه این دلالت به میکنه خلائف قرآن کریم در جمله که ما شما را خلائف میگه کی بعد دیگر آمده به چیز دلالت به میکنه خلافت میکنه ملائکه وقتی که الله میشنوند که الله عز وجل آدم خلق میکنه در زمین انسان میآفرینه قالوا گفتن اتجعل فيها تو کسی را خلق میکنی کسی در روی زمین میکنی
به اون مکنت و توانایی من یفسد فیها، کسی در روی زمین فساد برپا کنه و یسفک الدماء و خونها را بریزاند و نحن نسبح بحمدک، در حالی که ما به حمد و به ثنا و مجد و تسبیح میگوییم، تو را به پاکیزگی یاد میکنیم و نقدس لک، تو را تقدیس میکنیم. یک تفسیر به می است که ما تو را به خود پاکیزه میگردانیم. این در حقیقت این سوال وقتی که این مورد را که ملائکه پیش ملائکه وقتی که این را به الله عز و جل بعد از اینکه الله برشان میکنه آدم در زمین خلق میکنه انسان خلق میکنه، این در حقیقت اعتراض از طرف ملائکه نیست، این اعتراض نیست. این سوال چی میگن؟ سوال استکشاف میگن. به این معنی که انسان بفهمه یعنی این مخلوق میخواد بفهمن که یعنی چی. ما خطوره به حمد و به پاکیزگی یاد میکنیم. خب آره در این ملائکه از کجا فهمیدن که انسان در روی زمین که است فساد برپا میکنن، خون میریزن؟ مفسرین در این دو مورد اشاره میکنن. یک مورد به می است که من احتمال است که اینا جنهایی که در روی زمین بودن احتمال داره که اینا با یک قیاس کرده باشن، قیاس با یکی جنها. دیگه دوم به این است که از اعلامی که از طرف الله برشان شده در ملائکه و این قول دومی را قول قوی میگن مفسرین، این دارد به این کنه که ملائکه را میفهمیدن که ملائکه فاقد نفس هستند، نفس ندارن، فاقد شهوات هستند، فاقد غرایز هستند، هر نوع غریزی که باشه، چه غریزی جنسی باشه، چه غریزی مال باشه، چه غریزی تملک باشه، فاقد هر نوع غرایز هستند. از این خاطر از گناه صادر نمیشه. و بدون شک مخلوق را که الله میآفرینه یعنی در آینده اون مخلوقی است که دارنده غرایز میباشه و بدون شک غرایز وقتی که مهار نشه منضبط نشه فساد در زمین برپا میشه، در اجل که باشه فساد برپا میشه. الله عز و جل برشان چی میگه؟ قال اینی اعلم، الله برشان میگه که من میدانم، ما داناتر است، معباتر است، ما لا تعلمون، چیزی که شما نمیدونید. وقتی که الله عز و جل آدم میآفرین از خاک و علم آدم الاسماء كلها، الله عز و جل آموخت آدم را همه اسامی را، همه نامها. یعنی مفسرین به اشاره میکنند که آدم علیه السلام الله عز و جل همه زبانها را آموخت. از این خاطر بعض مفسرین به اشاره میکنند زبانهایی که امروز در جهان ما شما مشاهده میکنیم زبانهای مختلف، عربی و فارسی و انگلیسی و پشتو و هر زبانهایی که ما شما مشاهده میکنیم، این زبانها در حقیقت اونا میگن زبانهای توقیفی هستند. به این معنی این زبان در اصل به این آدم علیه السلام به همه یک زمین کرد و همه آدم علیه السلام میدانست. تو به خاطر خود به قدرت به این میکنه و علم آدم الاسماء كلها، اسامی هر چیزا به اشکال مختلف الله عز و جل با آدم علیه السلام میآموزه. ثم عرضهم على الملائکه، سپس همین چیزها را تمام را به ملائکه عرضه میکنه، همین اشیاء. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، الله عز و جل میگه انبئونی، شما مرا آگاه بسازین و خبر بدهید باسماء هؤلاء، به نامهای چیزا، این کنتم صادقین، که شما صادق هستید. ملائکه چی میگن؟ قالوا گفتن سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا، گفتن که یا پاکیزگی تو راست یا الله عز و جل، لا علم لنا، علم در نزد ما نیست، الا ما علمتنا، مگر چیزی که ما را تو آموختن. ما عاجز هستیم که همه اسامی چیزها را ما بدانیم. ما فقط علم و محصول به نام علم است که ما را تو آموختن. تو علم همین چیزها را بر ما نآموختن، فقط علم بعض چیزها را بر ما آموختن. انك انت العلیم الحکیم، میگم من تو علیم حکیم، ذات دانا هستی خیلی و ذات حکیم است. میدانی که کسی را چی وقت باید خلق باید کنیم، چی را بر از او باید بیاموزیم. حکمت اصلا تقاضاش همین، چی را در جایش داشتن. قال يا آدم انبئهم باسمائهم، الله عز و جل با آدم علیه السلام میگه که اینا را آگاه بساز از نامهای چیزایی را که ما برای تعلیم دادیم. فلما انبأهم باسمائهم، هنگامی که آدم علیه السلام به نامهای چیزا اینا را آگاه میسازد، قال الله عز و جل گفت الم اقل لكم، آیا ما بر شما نگفتم اینی اعلم غیب السماوات والارض، که من میدانم غیب آسمان ها و زمین را، و اعلم و میدانم ما تبدون، چیزی که شما اشکار میکنین، و ما کنتم تکتمون، چیزی شما که در نفسایتان چی میکنین پنهان میکنین و برای ما اشکار میکنین.
اینجا مفسرین به اشاره میکنند که گویا ملائکه در نفس خود پنهان کرده بودند در داخل خود. گویا ما وقتی که الله را با پاکیزگی یاد میکنیم و فاقد غرائز هستیم، دارد به این میکنه که ما افضل باشیم. و علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، و میدانم چیزی که شما آشکار میکنید، چیزی که شما در نفس خود پنهان میکنید، در خود پنهان میکنید. ببین الله عز وجل زمین آدمی که الله رو خلقت و طبیعی است. این خصوصیت الله عز وجل می بود که باید آدم علیه السلام در زمین باید نازل شود، باید پایین باید شود. از آدم علیه السلام من استفاده بشریت، از این بشریت همگی نسل و نسل اولادی آدم علیه السلام در روی زمین نشر شوند. الله عز وجل هدایت بفرسته و توسط انبیا، کشمکش میان انبیا و میان اقوامشان پیدا شود. دری با تقیب از الله عز وجل این چی میکنه، یادهانی میکنه و عهد میگیره از آدم علیه السلام، از فرزندان آدم علیه السلام. همگی دلالت به این میکنه که در این بشری که دارنده غرایز همه غرایز، در حالی که ملائکه فاقد همه غرایز. ملائکه جنس است که فقط بر زمین الله برشانی را به این خلقشان کرده که فقط عبادت الله جل کنه. اما اصلا در بشر کسای پیدا میشن که مقامشان از مقام ملائکه قدم افضل است و این که دارنده غرایز هم است، مثل انبیا علیهم السلام. از این خاطر در حدیث از رسول صلی الله علیه و وقتی در روز عرفات همگی جمع میشوند در میدان عرفات در مکه، همگی جمع میشوند، الله عز وجل چی میکنه؟ در حدیث رسول الله صلی الله علیه و الله عز وجل افتخار میکنه بر پیش ملائکه. ببینید بنده های مرا همگی دیده جمع شدن، همه دست تضرع و خشوع بیچارگی و فروتنی را به ما بالا کردن، همگی از ما خواهان ازی هستند که ما اونا را ببخشیم. ما اونا را چی کنم؟ ببخشیم. و این ما مشاهده میکنیم که کشمکشی که بین انبیا و بین اقوامشون آغاز شده بوده، کشمکش بین ما هم معترض و قیامت ادامه داره. همه دلالت به این میکنه که در این بشری که فاقد غرایز نیستن، دارنده غرایز هستند صنفای از این بشر هستند که بر الله عز وجل میجنگند، رجل مبارزه میکنند، همه تکالیف میپذیرند و از غرایز فقط استفاده میکنند، استفاده که در دایره که برشان الله عز وجل رسم کرده، دایره منضبط، از این بیرون فراتر استفاده نمیکنند. و اذ قلنا للملائکه، و هنگامی که ما بر الملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، برای آدم علیه السلام سجده کنید. سجده کنید، این سجده عبادت نبود، سجده کنید با آدم علیه السلام. فسجدوا، همه سجده کردن مگر کی؟ الا ابلیس، مگر ابلیس. حالا سوال پیدا میشه که در اینجا مخاطب و ملائکه است، باید ملائکه سجده کنند. پس ابلیس چگونه دیگه داخل شد در اینجا؟ در حالی که ابلیس صریح آیت قرآن کریم است که از جن است، از جنس ملائکه نیست، از جنس جن است. چگونه ابلیس در این خطاب داخل میشه؟ و ابلیس خود دارد به این میکنه که ابلیس به ملائکه بوده باشه. چگونه این را پیدا میکنه نزد ملائکه؟ این چیزای مسائل غیبی است که الله عز وجل از این پرده را بلند نکرده. و از این خاطر با شما به می اکتفا میکنه. اکتفا به این میکنه که ابلیس از جن است، نه از جنس ملائکه. ابلیس از جنس جن است، نه جنس ملائکه. چگونه ابلیس را پیدا میکنه ملائکه جا ملائکه میباشه؟ این چیز نزد ما روایت کنن، نزد سند قرآن کریم، نزد رسول الله صلی الله علیه و این بعضی روایتی که گویا در نزد مردم است گویا ابلیس استاد ملائکه بود. این چیزایی است که فاقد سند از وجود ندارد. این مسائل غیبی است. انسان باید این مسائل غیبیاتی که یا مسائلی که در تاریخ گذشته، در اوایل گذشته، باید مصدر موثوق باید باشه که انسان به اون چی میکنه، به اون اتکا میکنه، به اتکا باید صورت باید. در حالی که غیر از قرآن که مصدر موثوق موجود نداره، مورد اتکا کنیم بتانیم که کن حقایق مسائل ما شما در پس بیاست که انسان همین اتفاق میکنه به محدده که الله گذاشته و همیشه متولد قرآن کریم باشین، چه در قرآن در سنت منیس قاعده را باید داشته باشین. از اون مسائلی که الله عز وجل صحبت نکرد در قرآن کریم و نه رسول صلی الله علیه و سلم کرده، مثلا مسائل تاریخی است. فقط اکتفا میشده مثلا ابراهیم علیه السلام، یا مثلا یکی جد ابراهیم علیه السلام کی بود، چند سال عمر کرده و کجا بود. این مسائل است که اکثر کتاب‌های الهی که اصلا آدم به این مسائل سر و کار نداره. در حالی که تورات انجیل ما می‌بینیم که کلش مال از این چیزا هست. چیزایی که مطلقاً مفید نیست. اصلا مفید نیست. یعنی بین ابراهیم علیه السلام بین امی چیزایی که مثلا مطرح میشه که بین ابراهیم و عیسی علیه السلام چقدر مسافه زمانی وجود داره. مثلا ما سند موثوق وجود نداره، این شکلی مسافه زمانی وجود داشته. اما چند سال وجود داشته نمی‌دونیم. بلکه ما به این مکلف نیستیم.
بخاطر این مکلف نیستیم که سر کدام پیامدی نداره که ما در کدام ثواب باشه و کدام غیر عذاب داره باشه. پس در اینجا هم همینجا خود به خود مطرح میشه که ابلیس از جنس ملائکه نیست. این همیشه بفهمید. من اساس قاعده قرآنی به میاد. ابلیس از جنس جن است. كان من الجن ففسق عن امر ربه. سری آیت قرآن کریم است که ابلیس از جن است و از امر الله جل چی میکنه؟ سرپیچی میکنه و نافرمانی میکنه. خب ابلیس با آدم علیه السلام سجده نمیکنه. چرا نمیکنه؟ بخاطر که ابلیس این دلیل میگیره که خلقتنی من نار و خلقته من طین. من چگونه به این مخلوق سجده کنم که او را تو از خاک خلق کردی و من از چه خلق کردی؟ من را آتش خلق کردی. پس عنصر آتشی کس بهتر از عنصر چی است؟ از عنصر خاکی است. اولین بار تعصب کس بیرق و شعارش کی بلند میکنه ابلیس. عنصر ما آتشی است، عنصر تو خاکی است. بعضی مفسرین، بعض علما در بعض کتابا که در این پیچیدن نه که حتی عنصر خاکی از عنصر آتشی که بهتر است، یه زیگه بهتر است، یه زیگه بهتر است. اصلا ما به انسان مکلف نیستیم این مسئله. کدام عنصر خاک بهتر از آتش بهتر؟ اصلا ما به این مکلف نیستیم به عبادت الله عز وجل و ابلیس به این مکلف بود که باید با آدم علیه السلام سجده باید که ملائکه با سجده افتاد. اما ابلیس امر الله رو سرپیچی میکنه. و خوب متوجه باشین اولین مستکبر در تاریخ کشمکش کسی ابلیس است. استکبار میکنه در حالی که حقایق همه میفهمه. یه حقیقت میفهمه که الله آدم علیه السلام خلق کرد. اینو میفهمه که الله عز وجل رب آسمان ها و زمین است و رب آدم علیه السلام و رب ابلیس و رب ملائکه است. اینو همه ابلیس میدانه. شیطان همه اینو میدانه. اما با هم چی میکنه؟ سرپیچی میکنه. و متوجه باشین که سرپیچی ابلیس و شیطان که است سرپیچی استکبار بود. استکبار که از امر الله رو نپذیرفت. ابا ورزید و استکبر و استکبار. از تکبر کار گرفته و کان من الکافرین و از کافران. این حکم شرعی است که کافر. ابلیس سرپیچی که از اوامر الله عز وجل از رحمت خود مطرودش ساخت و ابد الآباد مطرودش ساخت از رحمت خود الله عز وجل و ابلیس از زمره کافران. مشکل ابلیس چی بود؟ مشکل ابلیس چی بود که از عنصر که ابلیس خلق شده بود تشکل پیدا کرده بود او عنصر فضیلت داد بعد از عنصر که آدم علیه السلام خلق شده خاک. پس امروز ما کسایی که مشاهده میکنیم که از زبان مقدس جور کردن، نسل خدا مقدس جور میکنن، قبیله خدا مقدس جور میکنن، کشور خدا مقدس جور میکنن. پس ما در اینا کسایی نیستن که اینا پیروای حقیقی آدم علیه السلام ابو البشریه که آدم علیه السلام باشه ابو البشر، اولین نبی رسول نبود آدم علیه السلام نبی بود، نبی روی زمین. آدم علیه السلام پسنا پیروان حقیقی انبیا نیستن. پس این زبان و چیزا که سیاق من حیث ازی است که زبان قوم من حیث معرفت شناخت زبان یک وسیله فهم و تفهیم است. وسیله که برای انسان بتونه برای فهم و تفهیم فهم بگیره انسان مدلول معانی کلمات خود بدانه. کسی تو مخاطب قرار میگه بر زبانی که باشه بیربار داشته باشه که کسی که زبان از این فراتر از دارش استفاده کرد. طبیعت اینا خو زعم خودشان است. خب ببینید وقتی که ببینید که حالت فلان چی است. اما خوب متوجه باشین حالت فلان. متوجه باشین. که امروز ما مشاهده میکنیم کمیش و تمیه و ملت‌ها با اینکه در ظاهر نظریاتشون متضاد با یکدیگر است. یکی به پشتو دعوت میکنه، یکی به چیز مخالف پشتو دعوت میکنه در افغانستان. اما امروز چی میشه؟ خوب متوجه باشین. چی انگیزه باعث میشه که اردو گروه کافر اینو خوب متوجه باشین. اردو گروه جمع میشن در این نظام امریکایی ضعف میشن. والای مسلمان ها چی میکنن؟ سفارایی میکنن، جبهه باز میکنن مسلمان. اردو فرن در این نظام هست. اما افغان ملتی هم چطور میان؟ به این خاطر اینا چیزی که اینا را جمع کردن می است که کفر، مزدوری اشغال کرد و جنگ علیه اسلام. بخاطر وقتی اسلام که حاکم شود در اسلام که از بهترین نشان تقوا و متقی‌ترین نشان هست. از هر زبان باشه، از هر قوم، از هر ملت باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر بالای شما
برده حبشی حاکم میشه که سرش مانند کشمش است، حتی از نگاه اناتومی جسمش هم مشکل داره، یعنی خلقتش هم مشکل داره، حتی او هم حاکم میشه. شما اگه اطاعت باید کنید وقتی که با کتاب الله سنت اساس حکم میکنه، شما اطاعت کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سلمان چی میگه؟ به سلمان فارسی که ایرانی است، میگه سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما است، اهل بیت از من. در حالی که ابوالهب واقعا رسول صلی الله علیه و سلم به جهنم داخل شد، بلکه سوره نازل شد در قرآن کریم تا به روز قیامت تلاوت میشه، تبت یدا ابی لهب، تا به روز قیامت تلاوت میشه با زبان ها. بس ما بایستی که معیار در اسلام که زبان نیست. زبان وسیله فهم تفهیم است. پشتون بودن، تاجیک بودن، عرب بودن، انگلیس بودن، ایرانی بودن، فلانی بودن، اینا کسی وسیله به خاطر چی است؟ به خاطر معرفت است. قرآن میگه لتعارفوا ان جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما شما را قبائل و ملت ها گردانیم لتعارفوا، تا به یکدیگر شناخت کنید، نگفت لتنازع و یکدیگر بجنگید. اسلام اینمی گندگی و تعفن نیست. وقتی که اسلام آمد اینمی گندگی و تعفن مطلقا از بین برد، بالایش خط چوری باکش. ولی خوب متوجه باشید، در افغانستان خوب پارا برادران متوجه باشند، فعلا ما این مشکلات آب و هوا داریم. حتی بسیار کسایی ما که از دعوای ما دعوای اسلام است، مشکل در ما وجود داره. حتی ما به این حالت رسیدیم، خوب متوجه باشیم، حتی به این حالت رسیدیم که ما بعضی مردم را که برای ما قهرمان داریم، 200 سال قهرمان تراشیده شدن. اینا قهرمانان نیست در حقیقت. عده مردم مزدور، عده مردم از این بودن. حتی نامه را برشان اضافه کردیم، لوی فلانی، لوی فلانی، فلانی بزرگ. حال برشونه الله اکبر، ما میگیم نه الله اکبر نیست، فلانی بزرگ، لوی فلانی. در مقابلش کشمکش دیگه پیدا شد، کفر و کفر جواب دادن لوی فلانی. ما بایستیم که قرآن ما را به این امر میکنه، به این دعوت میکنه. اساسا ما به میگه که دعوها فانها منتنه. خوب متوجه باشیم قرآن برادر، دو کلمه نیست، کلمه انصار و مهاجر. این چقدر کلمه زیباست. این الله عز وجل اختیار کرده. اختیار الله عز وجل است. کسایی که از مکه هجرت کردند به مدینه، الله اسم برشان اختیار کرد که مهاجرین. کسایی که در مدینه بودن و اینا را با سینه‌های گشاده پذیرایی کردن، استقبال کردن، برادرای مهاجر خود از مکه، اینا را رسول صلی الله علیه و میگه انصار. انصار برشان گفته میشه. این دو اسم مبارک زیبا میمون، انصار و مهاجر، اختیار الله عز وجل. و خود متوجه باشیم وقتی که همین دو اسم ازش استفاده سو صورت میگیرن در یک مرحله از تاریخ، از اون دایره که برش ترسیم شده، از اون خواسته میشه که فراتر باید بره، استفاده سو باید صورت بگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دعوها فانها منتنه، میگه دعوا رو بگذاریم که خیلی بدبو و گنده است. به همین دو کلمه انسان منتنه میگه بگذاریم. در کجا؟ در وقتی که بعد از انصراف از غزوه بنی مصطلق، مشکل بین یک مهاجر و یک انصاری در گرفتن آب پیدا میشه. در گرفتن آب یکی دیگر رو با سیلی میزنه، یک بار سلام میکنه، ای انصار، میگه جمع شد. یکی سلام میکنه که ای مهاجر، همه جمع شد. به خاطر که چی کنیم با یکدیگر بجنگیم. ببین حال استفاده شد، انصار و مهاجر در اینجا گفته شد. رسول الله صلی الله آگاه میشه، میان رسول الله صلی الله علیه و سلم روی مبارک است، بدا و بی امی، روی مبارک است. راوی میگه که مطلقا روی رسول الله مطلقا تغییر خورد، چهره مبارک تغییر خورده بود، رنگ مبارک تغییر خورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ابداع الجاهلیه و انا بین اظهرکم، شما این دعوت جاهلیت شما چی میکنین؟ بلند میکنین در حالی که ما در میان شما هست. دعوها اذا بگذارن فانها منکره، که خیلی بدو گندیده است، بگذارن. ببینید دو اسم مهاجر و انصار وقتی که استفاده سو صورت میگیره ازش، از اون دایره که برش الله ترسیم کرده، از اون میخوان از اون فراتر استفاده دیگه صورت بگیره. رسول الله میگه بگذارن این مسائل. پس چگونه شو به چیزی که الله برای ما اختیار اسم مبارک نیست؟ پس اسم عادی از اختیار ما افغانا هستیم. کسایی که در این منطقه زندگی میکنن پاکستانی ها هستن، کسانی که بالاتر زندگی میکنن بنگلادشی ها هستن. این بزرگ به خاطر معرفت است که پاکستانی از ما افغانی است.
این پاکستانی اسم چی است؟ افغانی است. اما این متوجه باشین که هیچ افغانی بالای پاکستانی برتری نداره و هیچ پاکستانی بالای افغانی برتری نداره مگر به تقوا. مگر به تقوا. جنس بالای جنس فضیلت نداره. میگم افغان ها بهتر از پاکستانی است، پاکستان ها بهتر از این ملت دیگه است. مردم های متقی اونا بهتر هستند. هزار قوم و قبیله که باشه.